جولای 2014 پلیس شهر رنتون ایالت واشنگتن یک گزارش جرم توی سیستمش ثبت کرد که میگفت فیلیپس 52 ساله به دست همسرش تاتانشیا 39 ساله به آتش کشیده شد و دچار سوختگی شدید. تو 17 جولای 2014 میرسید روی تخت خونه‌شون دراز کشید و داشت استراحت میکرد که یهو زنش بی سر صدا میاد روی کل بدنش بنزین میریزه و بعد این مرد رو به آتیش میکشه. فیلیپ با احساس سوختگی روی صورت اخاب بیدار میشه و متوجه میشه که بله زنش میخواسته اون رو بسوزونه. فیلیپ میتونه آتیشی رو بدنش بوده رو خاموش کنه، ولی با این حال خیلی بدنش سوخته بوده و خیلی درد داشته. با این حال میره سویچ ماشین رو برمیداره و فرار میکنه. یه کوچه اونورتر رانندگی میکنه و جلوی یه فروشگاه وای میسه و داد میزنه آتیش گرفتم کمکم کن. مغازه هم فروشگاه به پلیس زنگ میزنه و وقتی که پلیس میاد انقدر حال فیلیپ بد بوده که فقط میگه کار زنم بوده و بیهوش میشه و از حال میره. پلیس به خونه فیلیپ میره و زنش که همون تاتانشیا بوده رو دستگیر میکنه و به جرم آزار فیزیکی به آتش سوزی اونو متهم و مجرم میدونه و به زندان میندازه. اما اگه با خودتون فکر کردی که داستان همینجا تموم میشه اشتباه کردی. داستان تازه از اینجا شروع میشه. وینسنت فیلیپ چندین ماه توی بیمارستان بستری میمونه و بعد اینکه مرخص میشه ممکن به خودتون فکر کنید که خب میره خونه استراحت میکنه. نه، این مرد 52 ساله بعد از بیمارستان مرخص میشه به جرم آزار جنسی به دختر 7 سالشون میره زندان. درست شنید، آزار جنسی به دختر 7 سالشون. وقتی تاتانشیا میپرسن که به چه علتی شوهرتو به آتیش کشیدی، میگه که شوهرم به دختر 7 سالمون آزار جنسی میرسوند و وقتی این موضوع رو فهمیدن تصمیم گرفتن که شوهرم رو بکشن. این زن بین اعترافاتش گفت با تفنگ بهش شلیک نکردم چون یکم زیادی مهربونانه بود، آتیشش زدم. متاسفانه اطلاعات موثق دیگه این پرونده در دسترس نیست، یعنی نمیدونیم در حال حاضر وینسنت تاتانشیا دخترشون تو چه حالیه، اما در این حد میدونیم که وینسنت به خاطر پدوفیلیا توی دادگاه متهم شد و همسرش هم تاتانشیا همون اول میتونست با گذاشتن $15 وثیقه از زندان آزاد بشه که قطعا تا الان آزاد شده. این بود از پرونده امروز. ازتون ببرم که کامنت ها بنویسید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعد. خداحافظ.